ریویو جدیدش که آپدیت مس رونمایی کرد و همونطور که داریم میبینیم بالاخره کاپرگالم داره وارد بازی میشه. مابی که توی ماینکرافت بود رنگ نیاورد و حذف شد، ولی الان قراره توی ماینکرافت داشته باشیمش. اما با این تفاوت که کاپرگالما قبلا صرفا خیلی رندوم دکمه رو فشار میدادن، ولی الان شما میتونید با یه بلاک کاپر و یه دونه کدو یه کاپرگالم رو چست بسازید که هر آیتمی داخل این چستا بذارید کاپرگالم ها برشون میدارن با سرعت و براتون سورتشون میکنن توی یه چست دیگه که مربوط به اون آیتمه و شما خیلی ساده میتونید استوریج سیستم اتوماتیک خودتون رو داشته باشید بدون هیچ چیز ردستونی. نه تنها خیلی خوشحالم به خاطر اینکه کاپرگالم داره وارد بازی میشه، بلکه الان خیلی بیشتر از قبل به درد میخورن و خیلی باحالترن. اگه حوصلتون سر رفت میتونید به این شکل یکم کاپرگالم رو هم اذیت کنید. به جز اون ما از این به بعد لباسا و ابزارهای مسی هم داریم که خیلی به درد نمیخورن. از ابزارهای سنگی و لباسای چرمی بهترن، ولی خب همه آهنیشو میسازن. نظر شما درباره این آپدیت‌ها چیه؟ ریویو جدیدش که آپدیت مس رونمایی کرد و همونطور که داریم میبینیم بالاخره کاپرگالم داره وارد بازی میشه. مابی که توی ماینکرافت بود رنگ نیاورد و حذف شد، ولی الان قراره توی ماینکرافت داشته باشیمش. اما با این تفاوت که کاپرگالما قبلا صرفا خیلی رندوم دکمه رو فشار میدادن، ولی الان شما میتونید با یه بلاک کاپر و یه دونه کدو یه کاپرگالم رو چست بسازید که هر آیتمی داخل این چستا بذارید کاپرگالم ها برشون میدارن با سرعت و براتون سورتشون میکنن توی یه چست دیگه که مربوط به اون آیتمه و شما خیلی ساده میتونید استوریج سیستم اتوماتیک خودتون رو داشته باشید بدون هیچ چیز ردستونی. نه تنها خیلی خوشحالم به خاطر اینکه کاپرگالم داره وارد بازی میشه، بلکه الان خیلی بیشتر از قبل به درد میخورن و خیلی باحالترن. اگه حوصلتون سر رفت میتونید به این شکل یکم کاپرگالم رو هم اذیت کنید. به جز اون ما از این به بعد لباسا و ابزارهای مسی هم داریم که خیلی به درد نمیخورن. از ابزارهای سنگی و لباسای چرمی بهترن، ولی خب همه آهنیشو میسازن. نظر شما درباره این آپدیت‌ها چیه؟